سلام خدمت دوستان و عزیزان. ببینید، واقعیتش من سخنور قهاری نیستم که بخوام خیلی صحبت بگم با دقت. البته سعی میکنم دقت داشته باشم، ولی اونجوری نیستم که بخوام قواعد ادبی و اینا رو تو صحبتم خیلی رعایت بکنم. میخوام امروز راجع به یه مبحثی صحبت کنم به اسم چیو بگم. ببینید، ما یه مبحثی داریم که نسبتا مشترکه بین همه شریعت‌های خدا محور. یه جا بهش میگن لوگوس، توی اون تفکر بگیم یونانی، تو تفکر غربی بهش میگن لوگوس، که اصلا محل پیدایش و شکل‌گیریش هم پله‌های معبد آپولون بود. یه عده فیلسوف رواقی بهشون میگفتن، میشستن اونجا راجع به این مسائل صحبت میکردن. توی اسلام چیزی که ابن عربی میگه، صحبتش راجع به حقیقت محمدیه هست که خیلی جا اشارش میره سمت درخت هستی. توی هندویزم خصوصا حرف از یه چیزی میزنن به اسم اتمن. این اتمن رو شما توی اوپانیشادها خیلی زیاد میبینید. اوپانیشادها کتاب رسمی و مقدس هندویزمه که البته خب راجع به خود اوپانیشادها خیلی حرف هست، من فعلا ازش میگذرم. توی ادبیات مسیحی میرسیم به یه چیزی به اسم ورد یا کلمه، همون چیزی که ابتدای انجیل یوحنا اومده. و توی مفاهیم عرفانی یهودی یا کابالیسم میرسیم به تعریف آدم کادمون. اینها رو ما الان نمیخوام دونه دونه بحث کنیم که آقا هر کدومش کجای رفرنس ها هست و داره چی میگه. میخوایم ارتباطش و برایندشون رو از هم پیدا بکنیم، ببینیم همشون روی هم چی دارن میگن. ممکنه یه سری تعریف های دیگه مثلا شخینا یا همون سکینه که تو قرآن اومده، سکینه و شخینا توی همون منابع کابالیستی اومده، منابع عرفانی یهودی اومده. ممکنه حرفمون به سمت اون ورم بره، اما در کل بعید میدونم همین تو همین سطح بگیم تعریف این ماهیت جامع اگه دوری بزنیم فکر میکنم مفیدتر باشه. حالا بیایم ببینیم که اصلا کلا این جریانی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم چی هست. من از آدم کادمون شروع میکنم و ریشه هاشو دونه دونه میام جلو. توی ابتدای کتاب تورات فکر میکنم باب 1 هست که تو 2 تا آیه داره 2 تا چیز میگه. میگه خدا آدم رو مثل و شبیه و مانند خودش خلق کرد. بعد تو چند تا آیه جلوتر میگه که خدا آدم رو از خاک خلق کرد. میدونید الان البته خب من خیلی دقیق این چیزا خاطرم نیست، این رفرنس ها و متن و اینا، چیزی که یادمه رو دارم میگم. در کل توی همین جایی که داریم میگیم ما با 2 تا تعریف مواجه میشیم. یکی میگه مثل و شبیه و مانند، یکی میگه از عناصر خلق کرد، از عناصر موجود مثل خاک. حالا بعد میرسه که حوا چجوری خلق شد، اونا رو حالا بماند. تا همینجاش خب الان اینجا یه سوال پیش میاد، چجوری مثل و شبیه و مانندش از خاکه؟ این اون چیزیه که توی کابالا خیلی بهش توجه شد، خیلی پرداخته شد. بگیم عارفای بزرگ یهودی راجع به این خیلی بحث داشتن و در نهایت به یه تعریفی رسیدن. گفتن آقا امکان نداره این 2 تا یکی باشن، یعنی اونی که مثل و شبیه و مانند خداست با اونی که از خاک ساخته شد، چون خدا که از خاک ساخته نشده. پس اینا قاعدتاً 2 تا ماهیت متفاوتن. به یکیش میگن آدم اولین یا آدم کادمون، به یکیش میگن آدم زمینی که همون آدم ابوالبشریه که نسل ازش تولید شده. اینا صحبت اینم بکنیم. آقا ممکنه خیلی از این داستان‌ها، خیلی از این بیان‌ها به صورت استعاره‌ای باشه. یعنی الان دوستان میخواد، مثلا بعضی دوستان یه رفرنس ارائه میدن که آقا اصلا خلقت میره تو تکامل داروین و اینا. باشه، ما اونا رو میدونیم،
ما فعلا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، میخوایم ببینیم که این چیزی که داریم میگیم چیه. این آدم اولین کیه؟ توی منابع کابالا میگه که یه آدم کادمانی وجود داره که اولین مخلوق خداست و این اولین مخلوق از کجا شروع میشه؟ همون توی کتاب پیدایش، یعنی رساله پیدایش از تورات، هی میگه که خدا گفت و شد. خب آیا خدا میتونه به دیوار بگه و بشه یه کاری؟ خب نمیتونه دیگه، یعنی نمیشه اصلا. قاعدتا شما باید به یه کسی بگی تا حرفت مخاطب داشته باشه، وگرنه اصلا گفتنش کار بیهوده ایه. خب خدا هم نمیتونه کار بیهوده بکنه دیگه، میدونیم که خدا کارش بیهوده نیست. پس خدا به کی گفت و شد؟ این الان اون سوال است. و اینجاست که میگن خدا این آدم اولین رو که خلق کرد که ناشی از اراده خودش بود، یعنی اولش گفتش که من میخوام این کارو بکنم. همین فعل خواستن به معنی اراده، اجرای اراده، این اولین کار بود و اولین مخلوق خود اراده بود. ببینید اگه بس یه مقدار میگم خیلی ممکنه گنگ بشه، سعی کنید اون جایی که میبینید من واضح نمیگم یا خیلی دارم سعی میکنم واضح بگم، اما اگه میبینید واضح نمیگم ازش رد بشید، برید جلوتر. حالا در ادامه فکر میکنم که یه جایی نیاز باشه دوباره تکرار کنم یا برگردم به بحث اصلی، اونجا متوجه منظورم شاید بشید. پس تا اینجا ما فهمیدیم که خدا اول خواست که یه کاری بکنه. این خواستن به معنی اراده بود و این اراده اولین مخلوق بود، یعنی خود اراده اولین ساخت بود، اولین مخلوق بود که اون چی بود؟ خلق این آدم اولین بود. و از اون به بعد خدا گفت و شد. به کی گفت؟ به همین آدم اولین، آدم کادمون. آیا آدم کادمون یه انسانه؟ اینجا تعریف عجیب میشه. ما میگیم که نه، اصلا آدم کادمون انسان نیست، یه موجود کیهانی شاید باشه که اصلا شاید دیده نشه، شاید حس نشه. حالا جلوتر توضیحشو میدم، دقیق متوجه منظورم میشید. خدا گفت به آدم کادمون اجرا کرد. مثل چی؟ مثل دست من که مال منه، اما من میخوام کاری رو بکنم از طریق دستم انجامش میدم. همه چیز به واسطه وجود این آدم کادمون خلق شد. خب اون ذات پاک الهی، علاوه چیز دارم میگم، علاوه بگیم منطقی داریم میگیم، نگاهمون منطقه، نگاهمون شاید بگیم بعضی از جنبه‌های فلسفه است. میگیم که خب اون ذات الهی که بری از هر نوع آلودگیه نمیتونه وارد فاز ساخت بشه، چون خودش آلوده به ساخت میشه. پس نیاز هست که یه چیزی این وسط باشه، یک بگیم کامپایلری که اون اراده رو اجرا بکنه. اون همون آدم کادمونه. یعنی آدم کادمون یه موجودیه که اولین مخلوقه و کارش اینه که اراده خدا رو جاری بکنه به سطح قابل ارتباط با مخلوقات. یه حالت بگیم مترجم طور که اراده خدا رو ترجمه میکنه به زبونی که این پایینی ها بفهمن. این جایگاه آدم کادمونه. حالا مثلا ما میایم توی بعضی از روایات شیعه، ببینید من الان به منابع مختلف گریز میزنم واسه اینه که خودتون دقیق ببینید چی دارم میگم. ما تو بعضی از روایات شیعه داریم که میگه که پرسیدن اولین مخلوق خدا چیست؟ فکر کنم پیغمبر اسلامه، میگه که نور علی. یا جای دیگه خود ابن عربی میگه اولین مخلوق خدا حقیقت محمدیه بود. یا توی اپانیشادها میگه سرود آفرینش بود. جالبه همه این تعاریف همین مضمون رو میرسونن که یعنی اولین مخلوق خدا که قرار بود همه چی به واسطه اون خلق بشه. مثلا میگن دنیا از چی خلق شد؟ میگن از حقیقت محمدی خلق شد، یا میگن از نور علی خلق شد، یا میگن که از اتمن خلق شد، کلمه بود که باعث خلقش شد. آدم کادمون این کار کرد. اینا اسمای مختلف واسه یه پدیده است که تو شریعت‌های مختلف وجود داره. یه کتابی هست به اسم زهر مبانی فکری عرفان یهودیه. حالا یه کتاب دیگه هستش به اسم فصوص الحکم از ابن عربی. این زهر یهودی رو
بذاری کنار فصوص الحکم ابن عربی، میبینی که تا 80-90% با هم همخونی دارن، با اینکه اصلا ریشه هاشون از هم جداست. همینطور وقتی که اپانیشادها رو میذاری کنار این، میبینیم مبانی فکری اینها همه یکیه، با اینکه اصلا شاید تا زمان شکلی همدیگه رو اصلا ندیده بودن یا اطلاعی از وجود هم نویسنده اینا نداشتن. یعنی ما میتونیم به منابع مختلفی رجوع بکنیم و توی همه اونها ببینیم که نتایج یکسان گرفته شده، اما مسیرهاشون از هم جدا بوده. خب وقتی که 4 آزمایش انجام بشه و نتیجه یکسان بده، ما به ماهیت نتیجه آزمایش معتقد میشیم یا باور پیدا میکنیم. الان بحث همینه. خب ما تا اینجا آدم کادمون رو تا حدودی گفتیم، یا آدم اولین رو در نگاه اون عرفان یهودی گفتیم. حالا بحث یه مقدار مفصل تر میشه در مورد این آدم کادمون، مخصوصا وقتی که گفته میشه یه چیزایی هست به اسم سفیره که جمعش میشه سفیروت. اینا یه کاسه هایی هست که نور از اون بالا، از سمت خدا که میخواد بیاد روی زمین، اینها نور توی این کاسه ها ریخته. ببین همش تمثیلی ها، این اگه الان کاسه کدومه، نور مگه میریزه توش، این حرفا اینا تمثیل همش. میگه نور خدا از اون بالا میخواد ریخته بشه روی زمین یا روی سطحی که مخلوقات هستند. حالا این ممکنه سطح زمین منظورمون همین زمین خودمون نباشه، ممکنه مثلا عالم فرشتگان و ارواح و اینا هم شامل بشه. میگه اون نور میخواد از اون بالا بیاد تا برسه به اینا، ریخته میشه تو 10 کاسه و این 10 کاسه هستند که کارشون انتقال نور از اون بالا به پایینه. خب اینا رو اگر ما روی رسم شکل همون سفیروت نگاه بکنیم، می‌بینیم بسیار شبیه چاکراهای توی نگاه شرقی هست. چطور شد؟ اینا توی بین النهرین داشتن روش کار میکردن، تفکر میکردن، چجوری رسیدن به همون نقاطی که چاکراها توی شرق بهش رسیده بود؟ این هم باز یکی از جنبه‌های مشترک بین جفتشونه. بعد حالا میگن که خب علاوه بر این 10 کاسه یه دونه بالاتر هست، یه دونه هم پایین تر هست که خب سرجم میشه 12 تا. حالا شکل ارتباطاتشون خیلی خاصه این سفیروتا. بعد 4 دنیا هست، اگه درست یادم باشه، اتزیلوت، بریا، ویقرا، آسیا. این 4 دنیا هم وجود دارن که سفیروت ها توی این 4 دنیا وجود، سفیره ها توی این 4 دنیا، این کاسه ها توی این 4 دنیا. اگه بخوایم اتزیلوت و بریا و ویقرا و آسیا رو بیاریم معادل سازی کنیم توی مثال اسلامیش، میرسیم به همون ناسوت، ملکوت، جبروت و لاهوت. خب خیلی جالب شد. یعنی باز هم ما همونا رو داریم، منتها اسمش این یه چیز دیگه است. اینم باز ارتباط بین دوتاشون. دیگه بیشتر از این وارد بحث آدم کادمون نمیشه. حالا آدم کادمون کجای این 4 دنیاست؟ 4 طبقه هست، ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت، یا همون اتزیلوت و بریا و ویقرا و آسیا. میگن که این 4 طبقه در آدم کادمونه، یعنی آدم کادمون خودش همه این 4 طبقه است، یا اون سفیره ها، اون ظرف هایی که از بالا نور میریخت توش، اینا هر کدومشون یه بخشی یا یه جایی از آدم کادمان هستن. اصلا از سرش شروع میشن میان پایین تا میرسن به سطح. اگه بخوام خلاصه بکنم، جمع‌بندی بکنم صحبتمون رو راجع به آدم کادمون یا آدم اولین ببخشید، اینطوری میشه که این یه موجودیه که اولین مخلوق خداست و اراده خدا رو جاری میکنه. یعنی اراده خدا از طریق اون جاری میشه. این اصلا ربطی به آدم پدر انسان نداره، اصلا یه چیز دیگه ایه که دنیاها رو به وسیلش ساخته خدا. و حالا وقتی وارد تعریف مسیح بشیم میبینیم خیلی جالب‌تر هم میشه. اینجا من بحث آدم کادمون رو توی عرفان یهودی میبندم و میریم سراغ دیدگاه مسیحی به این جریان. حالا میریم سراغ بحث نگاه عرفان مسیحی
یا اصلا تفکر دینی مسیحی به این مسئله. در ابتدا من یه عذرخواهی بکنم از دوستان. من واقعیتش تا حالا برنامه واسه جمع‌آوری و ارائه یه همچین مباحثی نداشتم. به خاطر همین الانم خب امکاناتمون همچین امکانات خاصی نیست، چون یه سری از دوستانم براشون سوال پیش اومده بود دارم اینو ضبط میکنم. امیدوارم بعداً هم دوستانی که شنیدن به دردشون بخوره. واقعیتش توی پارکی نشستم دارم وایس ضبط میکنم. پارک خوب و خلوتیه ها، ولی خب بعضی وقتا ممکنه صدا هم بیاد، صدا ماشین بیاد. حالا بریم برگردیم سراغ اون بحث این ماهیت توی عرفان مسیحی یا تفکر مسیحی. تفکر مسیحی خیلی گنگه. من قصد ندارم هیچ کدوم از تفکرها رو نفی کنم یا تایید بکنم، ولی اعتقاد شخصی من اینه که برآیند همه این هاست که به نتیجه میرسه، نه یکی از اونها. مثلا اگه بخوایم همون بحث عرفان مسیحی رو صرفا از جهت مسیحیت نقدش بکنیم یا بهش توجه بکنیم، شاید هیچ وقت نتیجه نگیریم. این که بخوایم کنار بقیه بذاریم به نتیجه میرسه. خیلی از پایه‌های فکری مسیحیت خب تو یهودیت دیگه. اینو ما میدونیم که خود عیسی یهودی بود، تو یهودیه ظهور کرد، اعتقاد داشتش که اگه آسمون به زمین بیاد نقطه‌ای از تورات فرو نمیفته. بخش عظیمی از کتاب مقدس مسیحی شامل همون کتاب تاناخ میشه که یهودی‌ها قبولش دارن. حالا عیسی یه سری تغییرات توی این شکل فکری شریعت یهودی ایجاد کرد و به مسیحیت منتهی شد. برگردیم سر وقت همین چیزی که داشتیم راجبش صحبت میکردیم، یعنی مبحث آدم کادمون. آدم کادمون توی عرفان مسیحی به ورد یا کلمه ترجمه میشه. 4 تا انجیل هست جزء اناجیل قانونی یا اناجیل اصلی که یکیش انجیل یوحنا هست. خیلی از دوستان ممکنه واسه شون سوال بشه آقا این انجیل یوحنا اولش چی داره میگه؟ یه جاش هستش که میگه کلمه چی در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خود خدا بود، کلمه لباس جسم پوشید و در میان ما ساکن شد و ما به عزت و جبروت او نگریستیم. حالا این چند تا آیه پایین ترش بود، من تو ادامه‌اش آوردم. جریان چیه؟ در ابتدا کلمه بود. خب ما میدونیم که خدا خودش زمان رو ساخت، پس اصلا در ابتدا واسه خدا موضوعیت نداره. خدا قبل از ابتدا هم بود. ابتدا میشه نقطه خلقت کلمه. وقتی میگه در ابتدا کلمه بود یعنی اون ابتدا جاییه که کلمه خلق شد، وگرنه خود ماهیت خدا که قبل از ابتدا هم بود. بعد میگه کلمه نزد خدا بود که خب این درسته، سوالی تا اینجاش نیست. بعد میاد سراغ این که کلمه خود خدا بود. آیا کلمه میتونه خود خدا باشه؟ این الان ارجاع پیدا میکنه به اینسوف. اینسوف باز یه دونه تعریفیه توی همون کابالا که میگه که ذهن انسانی اصلا نمیتونه ماهیت خدا رو فرض بکنه، یعنی حتی نمیتونه به خدا فکر بکنه. و در ادامهش گفتیم که خدا یه آدم کادمانی خلق کرد که از طریق اون از طریق اون دنیاها همه چیز خلق بشه. میدونید جریان این کلمه مثل چیه؟ کلمه یا لوگوس جریانش مثل چهره هست. خدا چیه؟ توی انجیل یوحنا یه جا هستش که میگه که مسیح جلوه خدای نادیدنی است. میدونید منظور اینه که ما برای اینکه بتونیم به خدا فکر کنیم، انسان برای اینکه بتونه به خدا فکر کنه نیاز به یه ماهیتی داره که به اون بگه خدا. چون انسان نمیتونه به ماهیت اصلی خدا فکر بکنه، به ذات خدا فکر بکنه، یه چهره‌ای خدا برای خودش میسازه که از طریق اون دنیاها رو خلق کنه و ما به اون میگیم خدا. یعنی اون تفکری که الان ما از خدا داریم و به خدا فکر میکنیم در واقع همون آدم اولین، آدم کادمون، اون چیزی که خدا برای خودش ساخت تا از طریق اون همه چیز را خلق کنه، ما به اون میگیم خدا، نه به ذاتش.
چون مثلا ذاتش قابل فرض برای ما نیست. این همون کلمه است. پس اینجا که میگه کلمه خود خدا بود، دروغ نمیگه، داره راست میگه. اما تمام خدا نبود، این جلوه خداست. یه مثال ساده بزنم. شما وقتی که میخواین با من صحبت بکنید یا میایین منو ببینید، من یه چهره دارم. شما من رو از روی چهرم میشناسید. اما آیا من فقط چهرم هستم؟ نه. و آیا چهره منم؟ بله. گرفتید چی شد؟ یعنی که من یه چهره‌ای دارم که خودمم، اما در عین حال تمام من این چهرم نیست. این کلمه خود خدا بود منظور اینه. منظور اینه که این جلوه خدای نادیدنیه. اون چیزیه که ما بهش میگیم خدا. حالا میاد جلوتر میگه که کلمه لباس جسم پوشید و در میان ما ساکن شد. این برمیگرده، البته توضیحش میره توی اون فاز حقیقت محمدیه که ابن عربی مطرح میکنه. تقریبا تمام مذاهب، تمام ادیان، تمام تفکرات خدا محور بر این باورن که خدا ماهیتی از خودش رو در بشر قرار داد. حالا مثلا مسلمان‌ها معتقدن که خدا از روح خودش در انسان دمید. مسیحی هم تقریبا به همچین چیزای معتقدن، یهودی هم همینطور. همشون تقریبا به همین معتقدن که خدا از روح خودش در انسان دمید. پس ما میگیم که یک مقداری از خدا، حالا این مقدار رو نمیدونم چه جوری بگم که بحثش منظور رو برسونه، در هر انسانی وجود داره که این همون آدم کادمانه است. یعنی میدونید وقتی که خلق انجام میشه، قاعدتاً یه اثری از خالق در مخلوق میمونه. حالا این اثر رو میتونیم بگیم جلوه خدا که بخشش در انسان موند. اون جایی که توی انجیل یوحنا داره میگه که کلمه لباس جسم پوشید و در میان ما ظاهر شد، ساکن شد، این همون چیزیه که خود ابن عربی هم میگه که حقیقت محمدیه در همه هست، منتها در بعضیا جلوه تام پیدا میکنه، جلوه کاملتری پیدا میکنه. یعنی میدونید مثل چیه؟ مثل غلظتشه. مثلا غلظتش در بعضیا بیشتره، در بعضیا کمتره. دیدید مثلا میگن یکی طرف ارتباطش با ماورا قوی تره، یا میگن که مدیومه یا چیزای این شکلی. این من فکر میکنم ربطش به همینه. یه توضیح هم بدم. ببینید من این چیزایی که دارم میگم دلیل نمیشه که وحی منزل بشه. اینا چیزایی که نتایجیه که من از اون تحقیقم، از اون چیزایی که خوندم، از چیزایی که بهم الهام شده. میگن دوباره ادعای پیغمبری کرده. نه، از این حرفا نیست. به هر کسی الهاماتی میرسه. حالا مسیحی‌ها بهش میگن تنویر، یعنی تابانیده شدن نور به ذهن که باعث گشایش میشه. و همه ادیان هم چیزی به اسم مکاشفه رو دارن. فرض نکنیم که مکاشفه یه چیز عجیب غریبیه که فقط واسه یه عده خاصیه. نه خیر، واسه همه هست. منتها هر کسی گوشش باید شنوا باشه. یعنی خدا هر لحظه داره با همه ما صحبت میکنه. خدا که لال نیست. این ماییم که انقدر سر صدا توی ذهنمون، توی فکرمون، توی روحمون زیاده که ممکنه صدای خدا رو نشنویم. مثل اینکه توی یه دونه ماشین نشستیم، صدای موسیقی رو تا ته بردیم بالا، بغل دستمون داره با اون حرف میزنه. خب اون داره با ما حرف میزنه، منتها اینقدر صدا زیاده که ما نمیشنویم. شمس تبریزی میگه در سکوت صدایی است، دلی باید تا دریابد. شرطش گوش شنواه. حالا برگردیم سر همین بحث کلمه، که کلمه لباس جسم پوشید و در میان ما ساکن شد. اعتقاد ابن عربی به عنوان خب بزرگترین عارف، بگیم عقل محور، این بودش که کلمه تو بزرگان ادیان، توی انبیای اصلی مظهر تام داره. یعنی همون حقیقت محمدیه توی همه انبیای الهی مظهر تام داره. مثلا وقتی میگه کلمه لباس جسم پوشید، داره راست میگه.
این آدم کادمون یا همون کلمه یا حقیقت محمدیه در عیسی جلوه تام داشت. مگه خود عیسی رو توی قرآن نمیگه روح الله؟ خب جریان اینه. پس ما تا اینجا به تناقضی نمیرسیم. حالا اینجا یه اتفاقاتی میفته، مخصوصا به واسطه فعالیت شخصی به اسم پولس توی مسیحیت، که گفت اصلا عیسی خداست. حالا نه خودش مستقیم نه، توی نوشته هاش گفت و بعد از اون اومد تو شورای نیقیه مطرح شد که آقا اصلا ما 3 خدا داریم، 3 نه، یه خدا داریم در 3 وجه به اسم تثلیث که پدر و پسر و روح القدس میشن. ما اگه از این جنبه بهش نگاه بکنیم میبینیم تثلیث هم چیز عجیب غریبی نیست. همون حقیقت محمدیه است که در هر کسی میتونه مظهر تام داشته باشه، یا میتونه در هر کسی وجود داشته باشه، در یه عده‌ای مظهر تام داشته باشه. اعتقاد ابن عربی این بودش که در افرادی مثل موسی، عیسی، محمد و سایر انبیای بزرگ مثل نوح، ابراهیم، اینا حقیقت محمدیه مظهر تام داشت. حالا این حقیقت محمدیه به معنی این نیستش که مربوط به آخرین پیغمبر باشه، نه، خود حقیقت رو داره میگه، اسمشو گذاشته حقیقت محمدیه. پس اینجایی که الان توی انجیل یوحنا میگه کلمه لباس جسم پوشیده در میان ما ساکن شد، اشاره به همون حضور این لوگوس، حقیقت محمدیه، آدم کادمون یا یه همچین اسمایی، هر اسمی توی هر شریعتی به صورت کامل در عیسی داره. کفرم نیست. آیا عیسی خداست؟ میشه گفت بله هست، اما نه اون خدایی که ما فکر میکنیم. جلوه خداست، مثل صورت خدا. آیا صورت منم؟ بله منم. آیا تمام منم؟ نه، تمام من نیست، صورت منه. اصلا همین مثال میشه در مورد هر چیز دیگه ای زد، در مورد درخت زد، در مورد آدم زد. دیگه میریم تو بحث وحدت وجود که میگم همه چی جلوه خداست. حالا تو یکی جلوه تامه. آیا جلوه خدا جداست؟ نه، جلوه صورت خداست. آیا همه چیز خداست؟ بله همه چیز خداست، و در عین حال در بعضی چیزا تجلی کاملتری داره. این اون بحثیه که ابن عربی مطرح میکنه، میگه که آقا ما میپذیریم که عیسی خداست، ولی میگیم که خب آقا بقیه چیزا هم خداست، فقط خداست، اصلا غیر از خدا چیزی نیست. این اون اختلافیه که بین بحث تثلیث یا اون پدر و پسر روح القدس با سایر شریعت وجود داره. البته سایر دیدگاه‌های عرفانی به شریعت ها، بله شریعت جداست، طریقت جداست، حقیقت جداست، البته همه در ادامه هم دیگه هستن. این صحبتی که ما داریم میکنیم میشه مصداق کفر هم دونست، ولی در عین حال میشه مصداق توحید هم دونست. بستگی به شخصی داره که اونو داره بهش توجه میکنه. تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم. حالا در پایان بخش نگاهمون به مسیحیت، نگاه مسیحیت در واقع به مبحث لوگوس یا آدم کادمونی که صحبتشو کردیم. مسیحیت هم میگه بله همه چیز از طریق این لوگوس خلق شد و این جلوه خدای نادیدنی است و در این حال خداست که ما میگیم بله هست، اما جلوه است دیگه، صورته، نه تمامش. در این حال صورت هم میتونه تمامش باشه ها. ممکنه یه کسی مثلا من رو صورتم بشناسه، اون وقت تمام من میشه صورتم برای اون شخصا. این دیدگاه مسیحیت به جریان بود. حالا یه توضیح بدیم که اصلا لوگوس از کجا اومد توی این صحبتی که داریم میکنیم. این رو حالا در ادامه میگم. قبل از این که بریم سراغ دیدگاه بگیم غربی مسئله، چند تا نکته رو من بگم. چند تا رفرنس معرفی میکنم که خوندنش خالی از لطف نیست و مسئله رو باز میکنه. اولیش کتاب پیدایش هست یا رساله پیدایش، بخش اول تورات میشه. این کتاب یا رساله پیشنهاد میکنم به ترجمه‌ای که
انجمن کلیمیان تهران ارائه کردن تو سایتشون مراجعه بکنید. چرا میگم اونجا مراجعه کنید؟ چون ترجمه های مسیحی اکثرا شامل بگیم دخل و تصرف نمیشه گفت، ترجمه های مغرضانه هست. مثلا توی ابتدای کتاب پیدایش میگه که بعد از اینکه خدا آبها رو فراهم کرد، میگه و روح خدا روی سطح آبها موج میزد یا حرکت میکرد. این ترجمه مسیحیه. ترجمه یهودی چی میگه؟ میگه و بادی عظیم روی سطح موج میزد. حالا چی میشه که یه جا ترجمه میشه روح، یه جا ترجمه میشه باد. کلمه‌ای که استفاده شده ریح هست. ریح در عربی هم یعنی باد. حالا چرا مسیحی‌ها اومدن اینجا به روح ترجمهش کردن؟ چرا اومدن گفتن روح؟ ببینید ریح یکی از ترجمه‌های دورش یا همون اسپریت یکی از ترجمه‌های دورش میشه روح. منتها مسیحی‌ها چون می‌خواستن بگن که این روحی که داشت موج میزد همون ماهیت عیسی بود که خداگونگی عیسی رو تجسم بکنن، ترجمه کردن روح. منتها ترجمه یهودی، ترجمه انجمن کلیمیان تهران اینجوری نیست. همون چیزی که نوشته رو ترجمه کرده. بنابراین پیشنهادم اینه که به این ترجمه سایت انجمن کلیمیان مراجعه بکنید. ترجمهش دقیق تره. البته در هر حالت ترجمه دقیق نیست. اینو ما میدونیم. بعضی کلمات توی عبری ممکنه 34 تا معنی داشته باشن، 35 تا معنی داشته باشن. مترجم میتونه یکیشو بنویسه. تو عربی هم همین جوریه ها. توی انگلیسی هم بعضی کلمه ها هست. تو فارسی که فراوون هست. یعنی شما شعر فارسی رو بخواید ترجمه کنید به زبان‌های دیگه اصلا کلی از معانیش از بین میره. ولی با این وجود ترجمه انجمن کلیمیان خیلی نزدیک‌تره به چیزی که بشه ازش فهمید. کتاب دیگه ای که پیشنهاد میکنم رساله حزقیال هست. حزقیال یکی از انبیای بنی اسرائیله که این یه حالتی مثل عروج رو تجربه میکنه. میره بالا و آسمان ها رو میبینه و بعد خیلی جالبه. حالا تو ابتدای کتاب حزقیال اینا رو توضیح داده. کتاب حزقیال یکی از بخشای کتاب مقدس هم یهودیان هم مسیحیان هست. اما خیلی این کتاب ها به استعاره نوشته شدن، به زبان مفهوم نوشته شدن. یعنی ممکنه هر کسی معنی خودش رو برداشت بکنه. اما چیزی که من فهمیدم، چیزی که من دریافت کردم تو کتاب حزقیال داره راجع به آدم اولین توضیح میده تو ابتدای کتابش. بعد این کتابایی هم که میگیم فکر نکنید الان مثلا یه چیز 400 500 صفحه یا نه، نهایتا مثلا اون بخشایی که کل کتاباش فکر کنم نهایت من هر کدومش بشه 20 صفحه. و اون بخشایی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم شاید هر کدومش شاید در یه صفحه 2 صفحه از کل کتابو بگم. کسی بخواد این رفرنس ها رو بخونه خیلی واسش زمان نمیبره. همین مثالی که مثلا از کتاب مقدس مسیحی زدیم، از ابتدای انجیل یوحنا زدیم، کلا فکر کنم من 5 تا آیه اولش رو گفتم. 5 تا یا 10 تا از آیات اولیه انجیل یوحنا رو تا اینجا گفتم. قرارم نیست بقیه‌شو بگیم، ما همین بخشایی که مرتبطه رو دارم میگم. یه کتاب دیگه که خیلی مفیده و خیلی راهگشا هست، کتابی به اسم رازهای خنوخ یا داستانهای خنوخ، جفتش ترجمه شده. خنوخ یکی از انبیا هست که اینجوری که من فهمیدم فکر میکنم یا ادریس یا الیاس، که تو منابع اسلامی هم بهش اشاره شده که این آخرش دیگه نمرد، خدا بردش به آسمان ها. تو کتاب‌های مسیحی و یهودی اصلی هم و کتاب‌های رسمی هم به این اشاره شده. حالا کتاب خنوخ جز کتاب اصلی چیز نیست، جز کتاب اصلی نیست، جز کتاب تایید شده که توی تناخ یا جای دیگه باشه نیست. اما نکته‌ای که در مورد این کتاب خنوخ وجود داره اینه که اشارات خیلی جالبی راجع به طبقات آسمان، موجوداتی که تو آسمان میبینه و از این دست چیزا داره. خنوخ توسط خدا به آسمان برده میشه، خیلی چیزا رو میبینه، مثل حزقیال که این اتفاق براش میفته، میبینه و برمیگردن و شروع میکنن راجبش کتاب نوشتن و صحبت کردن و
رسالاتی نوشتن. حالا رساله حزقیال جز کتب رسمیه، کتاب خنوخ جز رسمیه نیست. دلیل اینکه جز رسمی هم نیست، ببینید توی یه دوره‌ای یه شورایی از بزرگان شریعت یهود جمع میشن، میگن آقا کتابایی که وجود داره خیلیه، اینا رو بیایم جمع‌بندی بکنیم ببینیم چقدرشون راسته، چقدرشون راست نیست، چقدرشون قابل اعتماده، چقدر نیست. میرسن به این تقسیم بندی که 3 نوع کتاب وجود داره. یکی کتب رسمی که همین الان جزء کتاب مقدس هم مسیحی‌ها هم یهودی‌ها هست. یکی کتاب اپوکریفا یا مشکوک. یکی کتب سود اپوکریفا یا کتابایی که دیگه قابل اعتماد نیست. دلیل تشخیص و تقسیم بندیشون هم این بود که میگفتن آقا کتابایی که اولا به زبان عبری نیست کلا اصلا از این جریان حذف. خب کتاب خنوخ به زبان عبری نبود، فکر کنم آرامی بود، دقیق خاطرم نیستش ولی فکر کنم آرامی بود، یعنی اصلا به زبان عبری هم نبود، به خاطر همین کلا حذف شد. گفتن آقا این اصلا کلا بذاریمش کنار، برسیم به کتاب اصلی. اما خود کتاب خنوخ کتاب مهمیه، به نظر من ارزش خوندن داره. غیر از این کتب یک کتابی هست به اسم درخت هستی یا شجرة الکون. این کتاب از ابن عربی هست، کلا فکر کنم سرجم 40 صفحه بود اگه درست یادم باشه. اونم مفاهیم خیلی مهمی توشه که دقیقاً داره به همین چیزایی که الان صحبت میکنیم اشاره میکنه. میدونید وقتی شما همه اینها رو بدونید کنار هم میتونید به نتیجه برسید. کتاب اوپانیشادها که مقدس هندویزم هست یه بخشی داره به اسم بریهد ارنیکه یا آرنیکه. بریهد ارنیکه اون بخشیه که اشاره به این مباحثی که داریم میکنیم داره. اونم ارزش خوندن داره. یک کتاب، 2 تا کتاب هستش به اسم رش و جلوه که ایزدیان بهش معتقدن. اونا هم کلن رو هم فکر میکنم سرجم بشن 40 صفحه. اونا به یه شکل دیگه ای دارن به این مسائل میپردازن، اونم باز ارزش دیدن و خوندن داره که تعریفش نسبتاً مشابه، نسبتاً که نه هم پوشان هم نمیشه گفت، تکمیل کننده اون مباحثی که از اهورامزدا و زروان بود، فکر میکنم زروان و اینا مطرح میشه و اهریمن و از این دست. یعنی شما واسه اهریمن شناسی به نظر من، واسه که بدونید که چی شد، جریان چی بود، ارجاعتون به کتاب داستان‌های خنوخ یا رازهای خنوخ و کتاب رش و جلوه، 2 تا کتاب هست. ارجاع به اینا داشته باشید خوب متوجه جریان میشید. تا اینجاش اینا چیزایی بودش که یادم بود، اگه تو ادامه هم باز یادم اومد خدمتتون میگم. حالا برگردیم سر وقت بحثمون توی اون سیستم الهیاتی یونان. آقا خب اونا که معتقد به تک خدایی نبودن، همیشه همینجوری بوده تو همه جوامع. اول یه بحثی بود به اسم کثرت خدا و اون میرسید به چند خدایی و در نهایت میرسید به تک خدایی. تو همون اوپانیشادهای هندویزم شما دارید حرکت از چند خدایی به تک خدایی رو میبینید که یک سری الهه ها، خداگونه ها هستن که بعد تبدیل میشن، همشون جمع میشن توی برهما. توی کتابی به اسم کوجیکی که کتاب مقدس شینتو هست، تفکر ژاپنی، میبینید که اونا هنوز درگیر همون کثرت خدا، یعنی میگن 7 میلیون خدا داریم و جریان این شکلی. تازه 7 هم فکر کنم عدد 7 میلیون خدا به معنی عدد کثرته، یعنی بی نهایت خدا داریم. ولی اگه واردش بشیم مثلا تو همون بحث کوجیکی کتاب مقدس شینتو، میبینیم که یه جاش هستش که میگه فلانی خدای کوهستان رو با پیازی که تو دستش بود زد تو سرش کشت. چی شد؟ چرا خدا رو کشت؟ بعد میفهمیم که نه، اینا اصلا نگاهشون به خدا جریانشون شکلی نیست. اینا هر چیز ماورا طبیعی رو خدا میدونن، بهش میگن کامی. حالا یه سری کامی‌ها خوبن، یه سری کامی‌ها بدن، مثل ارواح، یا ارواح که نمیشه گفت، مثل جنیان که یه عده‌ایشون مثلا خوبن، یه عده‌ایشون بدن. توی تعریف مسیحی بهش میگن دیو، فکر میکنن مثلا میگن فلانی دیو اخراج میکرد. دیو اخراج میکرد یعنی چی؟ یعنی چیزی تو هم مایه‌های جنگیری مثلا توی فرهنگ اسلامی. حالا برگردیم به اون بحث یونان. میگیم که یه جایی بود به اسم معبد آپولون.
یه عده‌ای هم اونجا جمع می‌شدن بحث‌های فلسفی با خودشون می‌کردن با هم دیگه. به اینا میگفتن فیلسوفای رواقی. اولین بار تعریف لوگوس توی اینجا مطرح شد. لوگوس به معنی کلمه هست. همون چیزی که توی ابتدای انجیل یوحنا هم می‌بینیم. خب تاثیرپذیری تفکرات مسیحی و یهودی از تفکرات یونان خیلی زیاده. حالا میشه حتی گفتش که مثلا تثلیث یه نمونه از ثنویت یا همون کثرت خدا، همون چند خداییه که توی یونان بود. اما در نهایت این فیلسوفای رواقی انقدر نشستن صحبت کردن تا این کلمه لوگوس تبدیل شد به برهان، منطق، فکر، هوش، بگیم اراده. همون چیزی که در مورد آدم کادمون میگفتیم آدم کادمون مظهر خدا و جاری کننده اراده خداست، مثل دست من، و ما هم از طریق اون خدا رو میشناسیم، مثل چهره من که بحثش هم مفصل کردیم. این چیزی بودش که فیلسوفای رواقی بهش رسیدن. اون بحث معروف مسل افلاطون هم شباهت خیلی زیادی به این بحث فیلسوفای رواقی داره. مسل هم همینه دیگه، میگه که یه همچین چیزی هستش، یه برهان و منطقی هست که حالا این توی فلسفه نوین میاد منتقل میشه به دازاین هایدگر. دازاین هایدگر هم تعریف عجیب غریبیه راجع به همین. بعد جالبه بدونیم که یه تعریفی هم نیچه داره به اسم ابرمرد یا ابر انسان. اونم اگه نگاه بکنیم میبینیم رگه های از این توش هست. اونا میدونید دیدگاهشون خیلی دیدگاه الهیاتی نبود، مثل دازاین و مثل هایدگر و مثل نیچه و اینا، اما یه رگه های از اینا توش میبینیم. ولی حالا در کل این جریان فیلسوفای رواقی به معبد آپولون بود که میرسیدن به کلمه لوگوس، که لوگوس انقدر گسترش پیدا کرد تا تبدیل شد به خدا واسهشون. بعدش دیگه از همون سیستم چند خدایی که کی بود داشت تبدیل میشد به همین لوگوس، به همین برهان یک پارچه و یکسان که بهش رسیده بود. خب این نتیجه تفکر بود دیگه، نتیجه فلسفه شون بود که میگفتن آقا نمیشه این همه چیزای مختلف، اینا میتونن جلوه های اون اصلیه باشن ولی نمیتونن خودشون هر کدوم از خودشون خدا باشن. اینجا داشتن به وحدت میرسیدن، داشتن به توحید میرسیدن. همون اتفاقی که سر برهما میفته، میگن 1000 تا خدا داشتن، چند تا خدا داشتن نه در خاطرم نیست، که در نهایت همه‌شون شدن جلوه های برهما، نشدن هر کدوم خدای واحد. این توی چیز هم هست، توی بگیم فلسفه زرتشتی هم همچین چیزایی هست. ما کلی خداگونه و خدای کم اهمیت و اینا میبینیم، اما در نهایت میرسیم به اهورامزدا. همه اینها همون جنبه حرکتی از چند خدایی به توحید هست. خب بحث اینم تمامش کنیم، بریم سراغ دیدگاهی که عرفان اسلامی به این مسئله داره. حالا میایم سراغ دیدگاه اسلامیش. تو دیدگاه اسلامی 2 تا اسم مطرحه که من حالا دومی رو میذارم برای بعدش، یعنی در انتها میگم. اما دیدگاه اول حقیقت محمدیه هست. توجه داشته باشید توی هر کدوم از این شاخه‌هایی که گفتیم، چه اسلامیش، چه مسیحیش، چه یهودیش، چه هندویزمش، چه زرتشتیش، هر کدوم تو هر زمینه، حتی توی همون ایزدیش، اسامی خیلی زیادن اما همشون یه مفهوم دارن. این که من اینجا دارم از کلمه‌ای به اسم حقیقت محمدیه استفاده میکنم، این با واسطه گفتار جناب محی الدین ابن عربی هست. اگه در ابتدا بخوایم بگیم که آقا ما چند تا دیدگاه عرفانی توی اسلام داریم، 2 تا شاخه اساسی وجود داره. یکی بهش میگن عرفان عقلی یا عرفان منطقی یا عرفان نظری، یکی میگن عرفان عملی یا عرفان دلی یا همچین چیزایی. شاخه اول عرفان نظری از سمت غرب جهان اسلام وارد میشه، از منطقه اندلس که اون موقع تحت کنترل مسلمان‌ها بود. ابن عربی اصلا اندلسیه، اونجا متولد شد
و بعد شروع کرد به تبیین و تدوین چیزایی که میدونست، الهاماتی که گرفته بود، مکاشفاتی که کرده بود، که البته گفتار ابن عربی پر از استعاره است، یعنی پر از مفاهیم بسیار سنگینه. یکی از سنگین ترینش همین بحث حقیقت محمدی است. در مقابلش عرفان عملی یا عرفان شرق اسلام، اون چیزی که از ایران شکل گرفت به واسطه تفکر ایرانی. شاعران مختلفی داریم، صوفیا رو داریم، عارفان ایرانی رو داریم. اگه بخوایم 2 عارف توی عرفان اسلامی برای نمایندگی این 2 شاخه نام ببریم، توی عرفان نظری که همون میشه ابن عربی، توی عرفان عملی قطعا میشه شمس تبریزی. حالا اینکه صحبت راجع به هر کدوم از اینا خیلی زیاده، یعنی میدونید چون جریان مال حداقل 1000 سال پیشه، منابع مختلفی وجود دارن که گاهی هم ضد و نقیضن. ما میتونیم از برآیند اونها یه چیزی در بیاریم. من اول به همون جنبه عرفان نظریش اشاره میکنم که ابن عربی برداشت اونو نوشت. چند تا کتاب اساسی وجود داره. یکیش همون درخت هستیه که گفتم، یکیش فتوحات مکیه هست که اونم ابن عربی نوشت. خیلی حجیم البته فتوحات مکیه. ضمن ترجمه به درد بخورش، اگه گیر آوردید به منم بگید. من ترجمه‌های مختلفش رو خوندم، یعنی نخوندم و یه نگاهی انداختم، میبینم که اصلا یه چیز عجیب غریبی داره میگه. میدونید مترجم نفهمیده جریان چیه. کتاب دیگه فصوص الحکم هست که اون رو ترجمه های موحد به نظرم خوب بود، تا فصل 12 یا 13 رو ترجمه کرده بود، که البته اون هم بازم با توجه به درک های موحد از متن ترجمه شده بود. حالا در کل برگردیم به این بحث که حقیقت محمدیه چیه. حقیقت محمدیه عیناً همون چیزیه که توی مباحث قبلی گفتیم، توی مسیحیت، یهودیت، توی هندویزم، توی شریعت زرتشتی و باز اینجا هم گفته میشه که همه چیز به واسطه اون خلق شد، اون اولین مخلوقه. اما حقیقت محمدیه به معنی خود پیامبر اسلام نیست. حقیقت محمدیه یعنی اون حقیقتی که توی پیامبر اسلام یکجا جمع شد، که همون آدم کادمون بود، که همون کلمه بود که در عیسی تبلور پیدا کرد. حالا اینجا به واسطه علاقه نویسنده به پیامبر اسلام بهش گفته حقیقت محمدیه، وگرنه میشد گفتش حقیقت عیسوی، میشد گفت حقیقت موسوی، چون همشون ذاتاً یکی هن. شنیدید میگن که ابراهیم مسلمان بود. حالا غیر از بحث این که اصلا اسلام خیلی بعد از ابراهیم بود، غیر از این بحثی که بگیم که مسلمانی تسلیم است، که البته این تعریف هم درسته، پس قاعدتا اگه یه مسیحی هم تسلیم باشه مسلمونه، و مسلمونی که تسلیم نباشه مسلمون نیست. ببخشید دیگه گلوم داره اذیت میشه. غیر از همه این بحثا میتونیم بگیم که این حقیقت در همه اینا جریان داشته، یعنی اون حقیقت در عیسی تبلور پیدا میکنه، در موسی، در نبی اسلام، در همه. به خاطر همینه که اینا اصلا یه ماهیت یکسانی در اونها وجود داشته. در خود ما هم هستا. حالا ممکنه تعریفش رو بگیم وجدان، بگیم که خیلی چیزای مختلف. اصلا دلیل الهاماتی که دریافت میکنیم، مکاشفاتی که بعضی وقتا میبینیم، ما هم از این جدا نیستیم. ببخشید من یه آب بخورم، گلوم دیگه داره اذیت میکنه. بله داشتم میگفتم تا اینجا رسیدیم که این حقیقت محمدیه چیه. ابن عربی میگه که اولین کاری که خدا کرد چی بود؟ میگه کن، که بعد فیکون شد. این کن همون گفتن اولین مخلوق خدا بود، که این همون حقیقت محمدی است. فیکون شد، همه چی اتفاق افتاد به واسطه همین کنه. یعنی در واقع این کنه بودش که داشتش همه چی رو فیکون میکرد. این همون تعریف آدم کادمانی دیگه. بعد میاد جلوتر
میگه که از اون درختی شکل گرفت. درخت خیلی تمثیلیه ها، که این درخت هستیه. ما جالبه تعریف درخت هستی رو توی تورات هم داریم که میگه که 2 درخت توی بهشت بودن، یکیش تو باغ عدن بود، درخت معرفت نیک و بد که آدم و حوا ازش میوه خوردن. غیر از این یه درخت هستی هم بود که خدا واسش نگهبان‌هایی قرار داد تا بعد از این کسی نزدیکش نشه. این درخت هستی که در عرش به نوعی وجود داره، چون تعریفش خیلی مفصل، خیلی مختلفه. بعضی میگن تو بهشته، بعضی میگن تو عرشه، بعضی میگن که اصلا هیچ کدوم اینا نیست. ولی این همون درختیه که دنیاها توش قرار دارن، ملکوت، جبروت، لاهوت، ناسوت، همون تعریفی که توی جای دیگه گفتیم. اینا رو میدونید ابن عربی از کجا داره میگه؟ میگه که نبی اسلام به معراج رفت و اینا رو دید. یعنی ابن عربی داره چیزایی که نبی اسلام توی معراجش دید رو بیان میکنه، میگه ایناست. حالا معراج نامه زیاده ها، این چیزی که ابن عربی داره میگه و خب به شکل خیلی جالبی با بقیه اینایی که گفتم همخونی داره. بعد در مورد خود عرش میگه محل رویش درخت رو میگه. بعد میگه که طبقات شکل گرفتن توش. درخت شاخه‌های مختلفی داشت، یه شاخه طوبا بود، یه شاخه نمیدونم چی بود. ولی در کل داره همینو میگه همه چیز از اونجا شروع شد. و مرحله آخری که تمام موجودات میبینن خود درخته. یعنی دیدی که موجودات از خدا دارن اینه که همون میشه مسیح، جلوه خدای نادیدنی است دیگه، که اونجا که میگه یعنی همه جا اکثر و خیار توان دید. این تعریفی که ابن عربی مطرح میکنه. و خب من خیلی خلاصه گفتم و همه اینایی که گفتم خیلی خلاصه بود، هر کدومش کلی حرف داره، کلی توضیح داره. اصلا من یه بار نشستم این بحثی که ابن عربی مطرح میکنه توی کتاب درخت هستی رو شروع کردم کشیدن ببینم چی داره میگه، چون دیدم هر چی میگه نمیفهمم. کشیدم تازه فهمیدم چی شد. حالا بیایم سراغ بحث عرفان عملی که شمس تبریزی مطرح میکنه، عطار توش هستش، این عرفا و شعرای ایرانی توش هستن، بحثای خیلی مختلفی مطرح میکنن. عرفان نظری رو به نوعی عرفان عشق هم میگن. عرفان نظری، عرفان عملی منظورم بود. عرفان عملی عرفان عشق هم بهش میگن. عرفان نظری که اصلا عرفان عقلیه. نگاه عرفان عملی یا عرفان عشق اینه که من باید برم تو دل جریان تا بفهمم چی به چیه. با خوندن نوشته های ابن عربی نمیتونم بفهمم، خودم باید برم اونجا کشف کنم. این همون مراحلیه که عرفان فرض میکنه، میگه که واردش میشی حیرت، بعد همینجوری پیش میره خوف، رجاء، فناء، 7 مرحله عشق دیگه، 7 مرحله عرفان که مطرح میشه. حالا بعضیا کم و زیادم کردن، بعضیا 9 مرحله، بعضیا 12 مرحله، بعضیا اصلا گفتن 3 مرحله است. میگذرم از اون بحث، اون بحثش خیلی مفصله. اما توی مبانی عرفان عشق یا عرفان عملی میبینیم که یه جا هست شمس تبریزی میگه جوهر عشق قدیم است. خب قدیم یعنی چی؟ ما توی حکمت 2 نوع تعریف داریم دیگه، یا میگیم قدیمه یا حادثه. حادث یعنی از یه جایی به وجود اومده، قدیم یعنی همیشه وجود داشته. در واقع خدا رو میگن قدیم. حادث چیزیه که بعداً اتفاق افتاده. خب اگر خدا قدیمه، اگه عشق هم قدیمه، آیا عشق هم خداست؟ میتونه باشه. اما به نظر میاد اینجوری که ما داریم ازش میبینیم و استنباط میکنیم مثلا میگه هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. این حرفی که حافظ میزنه، این همون چیزیه که عیسی داره توی انجیل میگه نزد من آیید، حالا دقیق خاطرم نیست، تا حیات جاویدان یابید. یا یه تعریف خیلی اساسی وجود داره خود عیسی میگه خدا محبت است. ترجمهش هم البته متن اصلی میگه خدا God is love، خدا عشق است. حالا این عشق، خب عشق باید بروز پیدا بکنه دیگه.
عشق باید نسبت به چیزی ابراز بشه. خدا میتونه این عشق رو نسبت به خودش ابراز بکنه، همونجا که میگه فتبارک الله احسن الخالقین، یا میتونه نسبت به کسی دیگه ابراز کنه. خب این ابراز کردنه همون کنه دیگه که بعد میشه فیکون. پس این آدم کادمون، این حقیقت محمدیه، این اتمن، این کلمه لوگوس، همه اینها یه اسم دیگه هم دارن به اسم عشق. حالا ممکنه سوال پیش بیاد، بگیم که آقا من وقتی که دارم نسبت به چیز دیگه ای محبت ابراز میکنم، آیا این شرک نیست؟ یعنی مگه محبت فقط در جهت خدا نباید باشه؟ آیا این شرک نیست؟ خب اینجا یه جواب واضح داریم، بگیم که وقتی که ما بفهمیم همه چیز جلوه خداست، حتی این درخت جلوه خداست، این آدم حتی جلوه خداست، اون وقتی که ما داریم به یه ماهیت واحد محبت ابراز میکنیم. ما البته خیلی بحث خاصی ها، میگیم که ما به کسی به واسطه وجود خودش محبت ابراز نمیکنیم، ما به واسطه جلوه‌گری ذات خداست که داریم به اون محبت ابراز میکنیم. چی میشه که ما به یکی علاقه‌مند میشیم؟ خب ما توی اون داریم جریان محبت رو حس میکنیم. اون حرفی که میگه مومن آینه مومنه، خب یکی ممکنه بگه که تفسیرش این باشه، بگه یعنی این که ما خودمون رو توش ببینیم و اصلاح بکنیم. خب این یه بخششه. بخش اصلیش چیه؟ بخش اصلی اینه که آینه نور رو منتقل میکنه، نور رو بازتاب میده، ما بتونیم توی اون نور رو ببینیم. مومن آینه مومنه یعنی این که ما بتونیم توی یه مومن که جلوه خداست نور خدا رو ببینیم. اینه که باعث دلبری میشه، باعث علاقه ما به یه شخص میشه. حالا هر کسی معیارهای مختلف داره ها، ولی در نهایت این همون بحث ذات خودمونه. هر کسی جذب اون چیزی میشه که از اون ساخته شده. مگه عشق نبود که ما رو ساخت؟ مگه همه چیز به عشق ساخته نشد؟ این البته گفتارهای عرفانیه ها بعضی جا. اگه همه چیز به عشق ساخته شد، قاعدش اینه که ما به همه چیز باید بتونیم محبت بورزیم و توی یه چیزی محبتمون رو به اوج میرسونیم که توی اون بتونیم اون جریان محبت رو حس کنیم. شنیدید میگن عشق در نگاه اول؟ چی میشه که دو نفر به هم علاقه‌مند میشن؟ البته خب ممکنه هم هست بعضی اینجوری نباشن ها، ولی اون جریان عشق در نگاه اول اینه که میبینید آقا من با یه آینه مواجه شدم که این داره نور رو به من منتقل میکنه، من دیگه برای چی باید اینو ول کنم برم سراغ یه آینه دیگه؟ حالا یکی هم هستش میگه اصلا عشق در نگاه اول الکیه، جواب نمیده، میگه من با بشینم صحبت کنم. خب میدونی جریان چیه؟ این جریان هم راستا کردن دوتا آینه است یا قرار گرفتن در اون شعاع نوره. من باید خودم رو با این آینه هم راستا بکنم تا ببینم در یه مدتی ممکنه طول بکشه، 4 ماه 5 ماه 6 ماه 2 هفته، بسته به هم راستا شدنش. ولی در نهایت ما به چیزی دل میبندیم که بتونیم توی اون نور رو ببینیم. خیلی اینو ممکنه ندونن ولی واقعیتشون اینه، اگه دقت کنن اینو میبینن. بحث من اینجا تموم شد. صحبت رو خیلی مفصل کردیم. بیانمون از آدم کادمون شروع شد، آدم اولین شروع شد، بعد رسید به مبحث کلمه، بعد اومد رسید به لوگوس، بعد از اونجا اومد جلوتر به اتمن رسید تا حدودی. البته اتمن رو کامل نگفتیم. اتمن هم تعریفش همین چیز هست. اگه بخش بیریدارنیکه از کتاب اوپانیشادها رو بخونید به همینو میرسید. و بعد اومدیم سراغ عرفان نظری و عملی در اسلام. در نهایت هم رسیدیم به عشق. میگه بی عشق نگشاید گره باز نمیشه بدون عشق. امیدوارم چیزی که گفتیم مفید بوده باشه. سعی کردم که حرف رو تا جایی که میشه واضح بزنم. خیلی چیزا رو پرهیز کردم و یعنی خیلی از شاخه ها رو واردش نشدم. فقط در جهت همین صحبت خودمون پیش رفتیم. نخواستیم خیلی بحث و گسترش بدیم. این بحث میتونه به اندازه کل خلقت گسترش پیدا بکنه. ما نخواستیم دیگه تا اون حد پیش بریم. خواستیم یه جنبندی ابتدایی
از خود صورت مسئله داشته باشیم. فعلا خواستیم صورت مسئله رو بدونیم چیه، حالا تا بعد بخوایم فکر کنیم که جوابش چطوری میشه. امیدوارم بحث امروز مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم. خیلی لطف میکنید و براتون آرزوی عشق رو میکنم.